سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان گرامی. ما طول یک چند روز شد که در سفرها هستیم، کاربرموزیات ما هم یک مهاجر کوری هستیم و از پای کار بگیم که زندگی خودمون هستیم و وقتی نمیاد که وقتی نمیاد ما با مردم صحبت کنیم. من یک کوتاه‌تر با مردم میخوام که یک صحبت کوتاه داشته باشم. اویدی یک مسئله که نفرهایی که با نام فیک میبرویند طرفداری از زمین مخالفین میکنند. خلاص دیروز یک حادثه شد در شبکه فیسبوک، در مسنجر. یک چند نفر بگیم که در همون مسنجر خود نباید کرد همجا نوشت که خیلی برادرم و 100 نفر هستیم. 100 نفر هستیم. روز 6 نوامبر به شما کمک شما لازم است که 6 نفر ما چکار کنیم؟ میتینگ کنیم در نزد هیکل سامونی. خلاص من همونجا یک چند نفر هم بود در مسنجر. من با نوشتم در اون مسنجر که برادر کوتا معرفی که شما کی هستید، چی هستید. خلاص اون نفر چکار کرد؟ همون گروه ها بگیم که پرتافته و گریخ رفت. بعد حتی من تشخیص کردم فیسبوک اون نفره. حتی اون نفر نمره فیسبوکش در همه نمره تلفنش از همون فیسبوک یافتم. یاد که اون نفر خودش در آسیا بوده است. خلاص دوستای عزیز، اون نفر من زنگ زدم، حتی همون چیاش هستم، صداش هستم، با اون نفر صحبت کردم، گفتم که همین نفر خودت هستی، مردم دعوت به مبارزه میکنی و مثلا جمع میکنی که 100 نفر داریم کمک شما لازم است که ما میتینگ کنیم در شنبه. خلاص اون نفر من صحبت کردم، اون نفر میگه که شما خطا کردگی، من اون نفر نیستم. خلاص نفرهای پیدا میشوند که میگوین که بیاد جمع شیم مبارزه، یعنی میتینگ کنیم در پیش سامونی، در دیگر جا مثلا در تاجیکستان در شنبه میتینگ کنیم. من با او هموطنایی که میتینگ میکنم با او یک توصیه به پول میدیم. شما نه نزد سامونی بروید، نه نزد رودکی و نه نزد فردوسی. شما اینمین تلفن همه ما و شما امروز بر تلفن اینترنت دسترسی داریم. میتوانید که از خانه بیرون نروید، مثل من بالای کرسلو دا بشینه یا که یک جای خوب دا بشینه، همه کامرا کلوچت کنه با زیختو در همه روبرو تموده بگه که خیلی همون نامناسب تا میگوی توشتمر توشمولتایفی کسی هستی، میگوی من از زمین رحمانوف من از ترازی نیستم، یا که رحمانوف تا دیکتاتور، یا که رحمانوف استعفا. میتوانی که از درون خونه چکار کنه میتینگ خود رو یا که اعتراض خود رو با جامعه جهانی، با جامعه شهروندی یا که با جامعه تاجیکستان چکار میکنی؟ انتشار میکنی، نشون میدین. و یک چیز گفتنی هستم که شما او وقتی که میتینگ میکنه، همون میتینگی که سالهای 90 کردن امروز در گوش ما تو هنوز میزنن که نه شما پدرای شما بابایای شما میتینگ کرده بودن، شما با میخوایی که مثل همون سالهای 90 کنی، یعنی که جمع کنی و میتینگ تو خطی تاجیکستان رو از بین ببره، چون که سالهای 90 یک بار همیشه کردن. من یک مثال میارم که یک مثال مثلا همه ما و شما صاحب فرزند هستیم، خدا را شکر همه بسیاری مردم صاحب فرزند هستند و ببینید که یک همون فرزند شما اگر که زمستان شود خنک بخورد، همون نفر چکار میکند؟ میاد به نزد پدرش یا که مادرش همون سرور همون خانه بگیم که چکار میکند؟ میگوید پدرش باشه یا کسی عمکش باشه یا که مادرش باشه، یک اعتراض میکنه که پدر یا که مادر برای من یک کورکه خرید یا که یک لباس گرم خرید که در بیرون چی است؟
خنک است، من نمیتوانم که به لباسی گرم بیرون رفته مکتب روم یا که به یکون استراحت روم. خلاص چیکار میکنه؟ همون کودک اعتراض میکنه که اعتراض خودش نشون میده که یعنی تو مسئول هستی، بیا مرا تامین کن، به سر و لباس تامین کن. و امروز ما یک چند نفر انتخاب کنیم با مثل رحمانوف و مثل نفرهایی که در پارلمان ششتگی هستند، با مثل آنها ما همچون یک مسئول، یک سرور انتخاب کردیم تا که آنها ما را چکار کنند، تا که از سر لباس، از خوردن، از همه چی به ما تامین کنند، یک شرایط خوب تامین کنند. و ما اقلا همون مثل همون کودکی که به نزد پدر و مادرش اعتراض میکند که من لباس ندارم یا که گرسنه هستم یا که دفتر ندارم، روچکه ندارم، یک اعتراض بر همون سرور خانواده، پدرش باشه، مادرش باشه، یک اعتراض میکنه. برای چی که امروز ما یک اعتراض نمیکنیم؟ برای چی؟ سبب ده چی؟ برای که امروز همه ما را همین رژیم امروزه رحمانوف چکار کرده است؟ مثل یک غلام میکرده است، حتی که بگیم که یک تکنون هم نمیدن. غلامای سالهای پیش هم کار میفرمیدن یا تکنونش میدن، امروز متاسفانه نمیدن. امروز میلیون ها مهاجر داریم، اومدگی در روسیه کار میکنن، میلیون ها درجه تعداد شو از 1 میلیون 1.5 میلیون هم زیاد شده است. و در خارج کشور هستن، یک کسل میشه، یک بیمار میشون، چیکار میکنن؟ همو نمر سپربانک میدن یا که یک نفر میبره میگه که برادرها از برای الله اینمی نفر بیمار است یا که فوت است یا که یک خلاص یک حادثه شده است، برادرها کسی دارد، از برای الله چیکار کنند؟ 10 سوم 20 سوم 100 سوم 1000 سوم کمک کنند. و تا امروز الحمدلله بسیاری برادرها یارده میکنند، برادرای خود، هموطنای خود را با کشور رو میکنند. و متاسفانه امروز یکون پسال بگیم یکون نفری که مسئول در خارج کشور هستند، متاسفانه آنها چکار نمیکنند؟ دفاع نمیکنند از حقوقهای ما. و برادران عزیز، صحبت طولانی نمیکنیم، باقی در امان خدا باشید، سلامت و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.